مسافر از راه می گذشت. دید که یک جوان آزادانه در کوچه ها گشت و گذار می کند و گوسفند از پسش همچنین شاد و خرم بازی کنان روانه است. مرد مسافر از این منظره سخت به حیرت افتاد، زیرا آن جوان گوسفند را با ریسمان نبسته بود و از پسش کشاله کنان نمی برد، بلکه گوسفندی شوخ از بند و بست رها بود و چون صاحبش آزادانه می گشت. مسافر از جوان پرسید: ای پسر، یک لحظه ایست. من؟ این چه سیر و اسرار است که گوسفند به بند و ریسمان از پست می رود؟ آیا نمی گریزد؟ دلی من از گوسفندم پر است. اگر حالا چشم آن را خطا کنم و در گوشه پنهان شوم، حتما مرا پیدا می کند. مسافر ناباورانه به جوان نگریست. جوان برای اثبات سخنش خود را به کوچه دیگر گرفت و ناپدید گردید. گوسفند نیز خود را به ازدحام زد و صاحبش را پیدا کرده گویا واقعه روی نداده باشد از دنبالش رفتن گرفت. ای جوان، من گرد جهان بسیار گردیدم، بسیار چیزها رو دیدم، اما این منظره که بین تو و گوسفند میبینم در هیچ کجا ندیدم. هیچ عجایباتی نیست. این گوسفند از گوسفندان دیگر فرق ندارد. اگر فرق ندارد چرا با این اندازه اهل است و رام است و مهربان است؟ خودی شما با پرسش خود جواب گفتید. مهربانی. این گوسفند برچه بود که به من اونس گرفت و عادت کرد. از من بغیر از مهربانی و لطف و احسان رفتار دیگری را ندیده است. مهربانی نیروی بزرگ است که بیگانگان را با همدیگر نزدیک و قرین می‌گرداند. آن ریسمان ناعیانی که به گردن گوسفند بسته شده است و آن را از من یک قدم دور رفتن نمی‌ماند، مهربانی نام دارد. مسافر جوان را تحسین کرد و مدت طولانی از دور به مهربانی و قرینی این دو نظاره نمود. بدان را نوازش کنی نیک مرد، که سگ پاس دارد چنانت خورد.